و این حدیث دلالت میکند که مردم در ایمان در یک رتبه نیست. محبت همه مسلمان ها به پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک رتبه نیست. شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر دوست می‌دارد، شخص زیادتر از این، شخص کمتر از این. به قدر محبت آنها ایمان آنها بلند و پست می شود. و مقصود امام بخاری از ایراد این حدیث در کتاب ایمان که این کتاب ایمان کتاب عقیده است برادرای عزیز، این کتاب فقط حدیث نیست، هم حدیث است هم عقیده است. کتاب ایمان این درس ها همه درس های عقیدوی هست. گفتن که تا محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای تمام مال و ملک دنیای خویشاوندان بالا نباشد، ایمان شما کامل نمی شود. این دلالت میکند که کسی اگر همین درجه ایمان داشته باشه ایمانی او ناقص است، و این دلالت میکند که ایمان زیاد می شود و ایمان کم می شود. که عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ایمان قول است و فعل است، یعنی قول است عمل است. فقط ایمان با زبان لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنی زبانی نیست، بلکه با اعضاها هم این سخن را تصدیق کرد. کسی به الله و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مادامی که ایمان آورد، پس فرمانهای الله تعالی، فرمانهای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید اجرا نماید. این است از ایمان. عمل از ایمان است و ایمان یزید و ینقص. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ایمان کم می شود و ایمان زیاد می شود. با عملهای صالح ایمان زیاد می شود و با عملهای گناه ایمان پست می شود.